سلام علیکم، مونده نباشین. خوبین؟ خیریت؟ اول شما خوبه؟ بسیار خوشحال شدیم شما رو دیدن کردیم. انا چیز شکر فضل خدا شما اشتنیم، همه شما خوبیم ان شاء الله. سلامت باشیم، زنده باشیم. بریم امید بخش اول ببینیم. بدهیم. خب بینندگان عزیز، گزارش امشب ما در رابطه به کسایی که چاقم، کسایی که وزن زیاد دارم، از اینا پرسان میکنیم. سوژه امشب ما همینه که چقدر شما در ما در هفته در برج رژیم میگیریم. سلام علیکم، مونده نباشیم. و علیکم، جور باشیم، سلامت باشیم. سوژه امرو ما در رابطه به کسایی که وزن زیاد رژیم چقدر میگیرن در ماه، در سال، در هفته شما چقدر رژیم میگیرین؟ خوب رژیمی اگر آگراری است، امنیت است، سول است، گیرونی است، خوب رژیم میده. از رژیم بیتر چی باشه؟ نه سعی کنیم. بعضا برادرها، بعضا سیاسرها وزن اینا خیلی زیاد بالایه. انا اونا ما هم رژیم غذایی بگیرم که مثلا بتونم به ساعت خوب مفید باشم. اشته نه شما تو ما مغز ساعت خرابه. رژیم از پرسان میکنی میگن خوب رژیمیه، هیچ گپی نیه. شکر میدونی خدا یک سلیطه روغن بازاری پرسیده. رژیم خوبی است، امنیت است، قراری است، خیریت است. دیگه چی سوال داری از من؟ شما اصلا ما در رابطه با حکومت اینا و دولت اینا صحبت نکردم. لالا خود شما تو رژیم پرسان کردی، من جواب رژیم گفتم. رژیم غذایی شما میفهمین چیه؟ نه چی نمیفهمم. چی رقمه؟ مغز سرد خرابه کاکو. ماما افسوس به بعضا برادرها که از دروغ مثلا البته بعضا میرم یا درس میخونم یا نمیخونم. من میگم رژیم غذایی که وزن شما کم بیایه، اینا میگن که ما چون بشکه روغن به چند دیه. خب این رب به زود چی کار داره؟ این کار بگی گپ رژیم بشنیدم اینا خیال میکنم ما صحبت از دولت اینا. خب بیننده عزیز شما خواهش میکنین که برین کمک دیگه از یک شخص دیگه بپرسیم بلکه او فهمیده تر باشه. بیننده عزیز بازم چیزی که پیشتر گفتم در کنار جوان دیگه هستیم. لالا جان سلام علیکم. سلام لالا، خوبیم؟ بخیر؟ انت خوشحاله؟ سلامت باشیم. سوژه امروز ما در رابطه با رژیم گرفتن بعضا جوانا برادرها وزن خیلی زیاد بالایه، این رژیم غذایی ما هم بگیرم. آیا شما رژیم میگیریم یا خیر؟ نه برام هیچ کس نمیگیرم. با رژیم چی کار دارم که بگیرم؟ من 35 سال نمیشم تا هیچ کس نگرفتم. من چی کار دارم رژیم بگیرم؟ اصلا من به کارا کی بیاورده؟ نه من میفهمم شما چی میگیم. شما منظور گپ رو میفهمید؟ نه چی میفهمم منظور گپ شما لالا؟ شما میگم رژیم میگیریم، من میگم من به رژیم چی کار دارم که رژیم بگیرم؟ شما سعی کنیم. چی بگم به شما؟ رژیم غذایی که مثلا شما وزن شما یک شخصی، شما رو نمیگم دیگه کس وزن بالا میره مثلا بعد رژیم بگیره که از لاقل کم بیایه کم. لالا جیگر شما از اون که وزن متوسطه، شما میگه اپه که میفهمیم از اون سوال کنیم به حساب رژیم من سر ما نمیشه. همون تا کس چاق پیدا کنه که با شما بگه که معنی رژیم چی هست چی نیه. شما یعنی به رژیم گرفتن نمیفهمید؟ نه لالا میگه پا چی میفهمم. ما برای لقمینو خوب پیدا کنم. ما به رژیم چی کنم که رژیم بگیرم؟ درسته ماشاءالله. بخیر باشه. ای خانه بخریدیم یا خود شما نه؟ برای دیگه پا نگردیم برو. درسته. هست دیگه. ببخشیم بینندای عزیز، خیر باشه. شما تو با هفته بعد به خدای پاک میسونیم بلکم یک شخص بفهمه که رژیم یعنی چی گپه.